سلام علیکم. شب شما بخیر باشه. خیلی متشکرم. زنده باشید. بفرمایید. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. زنده باشید. افتخار بدید. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم زنده باشید. سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنون. زنده باشید. انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم با رئیس جمهور و صحبتایی که هست و سوالاتی که هست رو بتونیم به طور صریح پاسخ‌هاش از رئیس جمهور بگیریم و در خدمت بینندگان عزیز باشیم و گفتگوی خوبی صورت بگیره. انشالله. با نام و یاد خدای مهربان سلام میکنم حضور یکایک هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، مخاطبان عزیز رسانه ملی. شب شما بخیر باشه. انشالله خوشحالیم از این که امشب همراه شما هستیم در 12مین روز از آذر ماه 1403، روزی که به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده. با تبریک و گرامی داشته این روز دعوت میکنم که حدود 1 ساعت و 15 دقیقه همراه رسانه ملی باشید از قاب شبکه 1 سیما، شبکه خبر و البته هموطنانی که مخاطب رادیو سراسری هستند. ما در محضر جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران هستیم. شب شما بخیر آقای دکتر. متشکرم. منم خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. روز قانون رو و مجلس رو خدمت نمایندگان عزیز تبریک میگم. ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا رو به عزاداران تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما هستیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر پزشکیان و همینطور خدمت بینندگان عزیز و محترم و هموطنان عزیز در هر جای ایران عزیز و کشور عزیزمون که هستند و بیننده این گفتگو هستند از شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی رسانه ملی. انشاءالله که گفتگوی خوبی در خدمت آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم کشورمون داشته باشیم. خب آقای دکتر 100 روز از آغاز دولت گذشت. بیشتر از 100 روز گذشته. به هر حال 100 روز رو پشت سر گذاشتیم. اگر نکته‌ای، مطلبی، گزارشی برای ارائه برای بینندگان عزیز و هموطنان دارید صحبت شما در ابتدا بشنویم. تو این مدت 100 روز حوادث خیلی مختلفی رو ما باش مواجه بودیم و روز اول تحلیف شبش که اون اتفاق ناگوار رخ داد و اسماعیل هنیه رو اسرائیل اومد در خاک ما شهید کرد و از اون به بعد ما با مشکلات مختلفی در رابطه با بحث‌های درگیری‌های منطقه و جنگی که در منطقه بود به هر حال درگیر شدیم. این یه مقدار روند و اون آرامشی که باید در ادامه کار می داشتیم رو به هم زد. بعد اون تلاش کردیم که هیئت دولت رو معرفی کنیم. هیئت دولت رو بر اساس نظرسنجی‌های مختلفی که از کارشناسان، از مدیران، از احزاب و جناح‌ها بود، افرادی اومدن نزدیک 400-500 نفر از نیروها در کمیته ها این آدم‌ها رو ارزیابی کردن تا نهایتا موفق شدیم هیئت دولت رو به مجلس معرفی کنیم. مجلس محترم که پریروز هم قدردانی کردیم از عزیزان که تو مجلس بودیم. البته دیروز بود. بله قدردانی کردیم عزیزان. یه رأی استثنایی به تمام اعضای کابینه ما دادن و ما تونستیم با این عزیزان شروع کنیم و دولت شروع به کار کرد. خب از آغاز به کار مشکلاتی که داشتیم، با اون مشکلات بحث کسری گندمکارا بود که باید پولشون رو میدادیم، تو قانون دیده نشده بود. بحث پرستارا بود که ما که اومدیم اونها یه مقدار اعتراضاتی داشتن در روند. مشکل بازنشسته ها و پاداش بازنشسته ها بود و مشکلاتی از این قبیل که طبیعتاً با این مسائل درگیر بودیم. تلاش کردیم اونها رو به طریقی حل کنیم و با وزرا و دولت هم که بود، چون مبنای ما بر اساس اجرای چشمانداز اجرای قانون و سیاست ها بود، قانون و برنامه رو به هر کدوم از وزرایی که مسئول اون قسمت بودن ارجاع دادیم. از اونا خواستیم که برای هر کدوم از این بندها برنامه عملیاتیشون رو بنویسن و طبیعتاً مسئول هر کدوم از این قسمت ها رو مشخص کنن. این کارهایی بود که در رابطه با برنامه‌های اجرایی انجام دادیم. به سرعت مجبور بودیم بودجه رو مجلس بدیم و برای این کار بسیار
شبانه روزی رو کارشناسای ما در برنامه بودجه و در دولت انجام گرفت. علیرغم فرصت کمی که داشتیم در زمان مناسب ما این بودجه رو به مجلس دادیم. کاری هم که در این زمان مناسب انجام دادیم همه آنچه که در بودجه بود را آوردیم و در ارقام و اعداد و در بودجه نشون دادیم و خیلی وقتا میگفتن شما بودجه رو انبساطی نوشتید. ما چیزی رو انبساطی ننوشتیم. اون چیزایی که در بودجه نمیومد و چند نوع ما بودجه داشتیم همش اومد در بودجه‌ای که مجلس محترم بررسی بعد ارائه دادیم بررسی کردن و باز خوشبختانه به کلیات بودجه رأی دادن. الانم از امروز از دیروز شروع کردن که بودجه رو ارزیابی کنن. اینا مسائلی بود که در اون رابطه ما با مردم روند رو داشتیم. خب مشکلات دیگه‌ای که وجود داشت حالا احتمالا شما در سوالاتتون باشه، من فعلا وارد نمیشم. اگر سوال خواستید بکنید اون وقت میگم این مشکلاتی که وجود داشته در طی این دوره‌ای که ما وارد کارزار شدیم علت‌ها چیه، چرا اینا به وجود اومده، راه حل‌ها کدومه و ما چه باید بکنیم، ما باید چه بکنیم، مردم چگونه باید به ما کمک بکنن تا بتونیم مشکلات حل کنیم. یکی از بحث‌های مهمی هم که حالا مهمه من خدمت شما عرض کنم وفاق ملی است. برای اولین بار بود که استاندار سنی و کرد رو برای استانداری مشخص کردیم. در کشور تا حالا این شکل اتفاق استاندار کرد گذاشته بودیم ولی شیعه بودن. برای اولین بار استاندار سنی کرد رو در کردستان به عنوان معرفی کردیم. برای اولین بار عرب رو در خوزستان به عنوان استاندار معرفی کردیم. قشقایی رو در استان محل خودشون، بلوچ رو در سیستان و بلوچستان معرفی کردیم. این شعار و یا اون باوری که داشتیم این که ما باید همه اقوام رو، همه قومیت ها رو و همه سلایق رو بتونیم بر اساس شایستگی به کار بگیریم، این شکل گرفت. برای اولین بار تعداد خانمایی که تو دولتن بیشتر از بقیه مواقع و در وزارتخونه ها، معاونت ها و سازمان ها حضور اونا الان خیلی بیشتر از قبل از این اتفاق بوده. حتی یواش یواش فرماندارا هم از خواهران ما که توانمندن و میتونن کمک بکنن دارن انتخاب میکنن و همه اینا به نظر من بدون مساعدت و پشتیبانی و کمک مقام معظم رهبری امکان پذیر نبود. چون طبیعتا اگر ایشون پشتیبانی نمیکردن تو این روند به اصطلاح ارزیابی ها خود به خود رد میشدن. و این نگاه مقام معظم رهبری در ایجاد وفاق و همدلی آغاز این فعالیت هایی بود که انجام دادیم. این مجموعه رفتارهایی است که تا حالا برای بکارگیری نیروی انسانی، برای دولت و برای پیگیری برنامه ها انجام دادیم. حالا مشکلات رو شما احتمالاً در سوالاتتون طرح کنید، اون وقت ما وارد جزئیاتش میشیم. خیلی متشکرم. من ابتدا از شما اجازه میخوام که بگذارید خیلی سریع سوال بپرسیم، شما خیلی شفاف و واضح پاسخ بدید. انشالله که گفتگوی خوبی هم باشه، مردم هم پاسخ مطالبات و دغدغه ها و سوالاتشون رو بگیرند و در نهایت به نفع کشور عزیزمون ایران تمام بشه. جناب رئیس جمهور، بحث ناترازی انرژی به نظر میاد به یکی از چالش‌های جدی کشور در حال حاضر تبدیل شده. هم گاز، نفت گاز، بنزینی که خیلی حرف و حدیث الان پشت سرش هست، علیرغم اینکه شما تاکید کرده بودید، وزرا هم اغلب صحبت کرده بودن، گفته بودن قیمت بنزین هم کاری نخواهند داشت، اما خب زمزمه هایی که به گوش میرسه این نگرانی رو برای مردم ایجاد کرده که خب اگر که افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفته، ما نسبت به سوابقی هم که در ذهن داریم با توجه به افزایش قیمت سوخت، خب باز هم یک اقتصاد پیش بینی ناپذیری خواهیم داشت و تورم افسار گسیخته‌ای که الان هم هست شاید نرخش بالاتر بره. به هر حال خیلی واضح بگید، مجلس میگه در بودجه نیامده و اجازه هم نخواهد داد در 1404 بنزین گران بشه. باز هم مجلس تأکید میکنه که به واردات بنزین هم در 1404 هیچ ارزی اختصاص نخواهد داد. یعنی گرون میشه. خب بنزین گرون میشه. خب وقتی ارز اختصاص نده باید از یه جای جبران بشه دیگه. یعنی اولا خوشحالم از اینکه صریح سوال میکنی. منم صریح جواب شما رو میدم و همون جوری که گفتم صادقانه با مردم عزیزمون صحبت میخواهم کرد.
واقعیت اینه که ما ناترازی‌های بسیار به اصطلاح بدی باش مواجهیم. ناترازی گاز داریم، ناترازی برق داریم، ناترازی انرژی داریم، آب داریم، ناترازی پول داریم، ناترازی محیط زیست داریم. همش ناترازی هم. و همش هم در حدی هم که ممکنه به بحران تبدیل بشه. همین چیزی که اتفاق افتاد و ما مجبور شدیم 2 ساعت بگیم برق ندید. خب تو تابستون ما که نبودیم، برق کارخونه ها رو قطع کرده بودن. تولید قرار بود امسال افزایش پیدا کنه، نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه یه مقدار با مشکل مواجه شد. واقعیت اینه که نیروگاه‌های ما کفاف نیازهای ما رو نمیدن. به اضافه اینکه برقی که ما داریم در کشور مصرف میکنیم 2-3 برابر مثلا کشورهای به عنوان سرانه انگلستان، کاناداست، آلمانه. یعنی ما کم داریم ولی چند برابر بیشتر از کسانی که دارن داریم مصرف میکنیم. من تو کشورهای خارج خب اون موقعی که وزیر بودم خیلی بودیم. شما در کشورهای اروپایی یا در کانادا و اینا جای لوستر نمیبینی. حتی تو اون هتل‌های لاکچری هم که بری هر کاری بکنی نور نمیتونی اونقدر زیاد بکنی که بتونی. ولی ما راحت توی اتاق مثلا یعنی چند تا لوستر گذاشتیم، کلی چراغ روشن میکنیم، در صورتی که میتونیم این کارو نکنیم. و خب نتیجه اینه که ما الان نیازمون با توان تولیدمون همخوانی نداره. قبلا تلاش میشد که وقتی ما تحویل گرفتیم دولت و ذخایر نفت گاز و گازوئیل و سوخت ما در نیروگاه‌ها سال قبل در این رابطه 1 میلیارد بود، 3 میلیارد بود، 3 و خورده ای. امسال 1 میلیارده، 1 میلیارد و خورده ای. این اگه به 700 میلیون متر مکعب برسه ما دیگه نمیتونیم سوخت به نیروگاه‌ها بدیم. من نمیتونم کاری بکنم یا مدیریت کنم که در زمستان گاز خونه ها رو قطع کنم. اگر الان مراقبت نکنم زمستان باید گاز قطع بشه. خب گاز قطع شد تو اون سرما چیکار میشه کرد؟ هیچ کار نمیشه کرد. آیا دولت 14 برنامه جامعی داره برای حل این مشکل یا نه ما باز هم مثل سالهای قبلی که این اتفاق مقطعی میافتاد تصمیم گیری های مقطعی خواهیم داشت؟ ببین مشکل این کارهایی که ماها کردیم، به نظر من که یه پزشکم، ما برای دردها مسکن زدیم، درمان نکردیم. این روند ناترازی ها در دولت قبلی و یا دولت قبلی و یا دولت قبلی یک اتفاق افتاده الان رسیده به یه جایی که بحرانی شده. قبلا هی مسکن میزدن، یه اتفاقی میافتاد یه مقدار میومدن از یه جای قطع میکردن به یه جای میزدن و یه کاری میکردن. الان چاهای نفت ما که باید گاز تزریق بکنیم ما داریم ازش گاز میکشیم. معنیش اینه که چاهای نفت ما دیگه نمیتونیم حتی اون نفتی که اونجا وجود داره رو بکشیم، برای اینکه میره قاطی میشه بر نمیگرده برای ما. ما باید کاری بکنیم چاهای نفت بتونیم گاز تزریق کنیم. ما اگر نتونیم مدیریت کنیم برای نسل آینده زمین سوخته تحویل میدیم. ما الان ذخایر ما جزء کشورهایی هستیم دومین کشور گازدار مملکتیم. از نظر نفت و گاز و منابع زیست تو دنیا ما جایگاه بالایی داریم. چرا باید به این وضع بیفتیم که الان افتادیم؟ برای اینکه درمان نکردیم. برای اینکه تا اومدیم دست بزنیم گفتن دست نزن. اگر یه سیستمی یه ساختاری درست عمل نمیشه آیا باید مداخله کرد درمان کرد یا باید مسکن زد؟ چی کار می‌خوایم بکنیم؟ خب ما الان در این رابطه کارهایی که انجام دادیم، این گروه اقتصادی که داشتیم، هم وزیر اقتصاد، معاون برنامه بودجه، رئیس بانک مرکزی، آقای دکتر طیب نیا که به عنوان مشاور عالی داره کار میکنه، با اساتید دانشگاه‌ها و اقتصاددان‌ها جلساتی که گذاشتن، به 4 تا برنامه الان تو ذهنمونه که برای تغییر روند اقتصادی کشور باید به این 4 تا عنوان یه برنامه توجه کنیم. یکی بحث رشد اقتصادی و رشد تولیده، رشد سرمایه گذاری و تولید. 2 بحث ناترازی ها و ثبات اقتصادی است. 3 بحث معیشت مردم و ثبات در حقیقت امنیت غذایی که باید وجود داشته باشه. 4 بحث ناترازی هاست که باید درمان بشه. و 5 برنامه‌های اولویت دار صنایع یا کارهایی که پیشران اقتصاد و تولیدن. این 5 تا مورد رو الان اینا در آوردم.
25 تا زیر مجموعه زیر برنامه براش در آوردن. در بعضی جاها به یک مفهوم یا برنامه مشترک با کارشناسا رسیدن، ولی روی این داریم کار میکنیم. ما نهایتاً باید مشکل ناترازی ها رو باید حل کنیم، چون حل نکنیم یه روزی دیگه به جایی میرسیم که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. بنزین رو گرون میکنیم. ناترازی انرژی یک مجموعه است. نوعی که ما باید باش برخورد بکنیم بحثی است که باید بدونیم داشت. ما الان پول بازنشسته ها رو نمیتونیم بدیم، پول گندمکار رو نمیتونیم بدیم، پول حقوق پرسنلمون نمیتونیم بدیم. 4 میلیارد میدیم به بنزین، با قیمت گران وارد میکنیم، به قیمت 1500 تومان یا 3000 تومان میفروشیم. باید این کارو بکنیم. هیچ کارشناسی تو ایران و یا تو دنیا این روند رو قبول نداره. درمان میخواد. این درمان رو چگونه باید انجام داد؟ باید بشینیم. البته باز باید برگردیم همون بحث 5 برنامه 4 برنامه که با نگاه به معیشت مردم و زندگی و خورد و خوراک و زندگی مردم باید این مداخله، هر مداخله‌ای بخوایم انجام بدیم باید اون فشار و یا تورمی که شما فکر میکنید بر مردم وارد میشه جلو اونو بگیریم. چطوری میتونیم بنزین رو گرون بکنیم و انتظار داشته باشیم تورم ایجاد نکنه؟ نه، تورم اصلا الان کل اعتبار و یا ارزی که ما مثلا فرض کنید به دانشگاه ها میدیم چقدر باشه خوبه؟ چقدره؟ 2 میلیارد دلار، شاید 1.5 میلیارد دلار. دانشگاهی که آینده مملکت ما، جوانان ما و فردای ما رو میسازه، هوش مصنوعی که الان تو کشور تو امارات دارن روش کار میکنن، فقط برای هوش 6 میلیارد دلار پول گذاشتن. ما برای کل دانشگاه ها 2 میلیارد دلار. چگونه میخوایم آینده رو در رقابت علمی و تکنولوژی و فنی عقب نمونیم؟ ما میتونیم اینا رو نبینیم و مسکن بزنیم بگیم فعلا حالا رد شه، صدا در نیاد. این آدم تورمی که الان وقتی به بنزین پول میدیم، دلار میدیم، صادر میکنیم، پشت سرش ما کسری میاریم. کسری تورم میاره. تورم به کی ضربه میزنه؟ به همون اقشار پایین، به همونایی که ما نباید بهشون فشار بیاریم. تورم یعنی از جیب محرومین و از جیب کارمندا برداشتن. ما وقتی داریم این کارو میکنیم به اونا فشار میاریم که نباید فشار بیاریم. اما اینکه چگونه باید عمل بکنیم، حالا کارشناسا دارن بحث میکنن، روش پیدا شد، با صدا و سیما با مردم صحبت میکنیم، واقعیت رو میگیم. دیروز هم تو مجلس جلسه غیر علنی بود، ما عدد رقم ها و واقعیت ها رو مطرح کردیم. با عدد رقم که نمیشه دعوا کرد. این واقعیت، این عدده. با این عدد شما بگید چیکار باید کرد. چرا الان ما نمیتونیم گاز؟ چرا باید ما کارخونه ها رو نتونیم برقشو بدیم؟ چرا نباید بتونیم گازشو بدیم؟ با این همه منابعی که داریم به کجا رسیدیم این اتفاق بر ما رخ داده؟ غیر از اینه که هی مسکن زدیم و آروم کردیم ولی واقعیت رو حل نکردیم. کارخونه اگر کار نکنه ما مالیات هم نمیتونیم بگیریم. مالیات نتونستیم بگیریم، باید یه پول باز چاپ کنیم وارد بازار کنیم، یعنی تورم ایجاد کنیم. الان 5 سال پشت سر هم ما تورم 40% داریم. فاجعه است. ما در 2 ماهه پاییز تورم نقطه به نقطه‌مون در میانه پاییز عددی رو ثبت کرده که از بهمن 1402 به این طرف تکرار نشده بود. چقدر؟ 32.5% تورم نقطه به نقطه میانه پاییزه. کل تورمی که ما داریم الان 33% تا آخر سالم در همین محدوده بر اساس نظرها هم مال بانک مرکزی هم مال چیز آمار خواهد بود. یعنی حالا احتمالا شما یک کالا رو دیدی، الان قبول نمی کنید که هفته به هفته قیمت خیلی از کالاها داره افزایش پیدا میکنه؟ اون چه که افزایش پیدا کرده در رابطه، ما 15 میلیارد دلار قرار بود پول بدم برای نهادها و کالاهای اساسی. بله. کل پولی که ما میتونم به ما یعنی درآمد داریم میشه 12 میلیارد دلار. 5 میلیارد دلار هم پیش خرید کردن برای اینکه کالاهای اساسی رو قبلا بانک مرکزی اجازه داده وارد کنن به اعتبار. الان ما باید هم اون 5 میلیارد رو بدیم، همین 3 میلیارد کسری رو. حالا ما استجازه گرفتیم از مقام معظم رهبری که از صندوق برداریم فعلا برای این مدت این مشکل رو حل کنیم، نذاریم دیگه قیمت بره بالا، برای اینکه نیست دیگه. اینا رو که ما نکردیم، نیست پوله. روند بعدی این اجازه رو گرفتیم، این اجازه از صندوق برداشتن همون مسکنات زدیم برای اینکه درآمد
برای سال آینده اون چیزی که در بودجه دیدم تو مجلس مثلا هست، با همه این حرفایی که هست، کل پولی که به دست دولت خواهد رسید 12 میلیارد دلاره. اما پولی که در سوخت و انرژی و گاز و آب و برق و اینا مصرف میکنیم 150 میلیارد دلاره. کدوم عاقل این کارو میکنه ما داریم میکنیم؟ باید بپذیریم کارشناسای ما، متخصصین ما بشینن برای این مسئله راه حل پیدا کنن و بعد باید بپذیریم کاری هم بکنیم که اقشار متوسط و پایین مشکل پیدا نکنن، اما باید اینو درمان کنیم. بسیار خوب. من گمان میکنم که خیلی روی مباحث اقتصادی بمونیم و چون سوالات بیشتر همین حوزه اقتصادی ولی حالا ادامه بدیم. بله موضوع به هر حال ناترازی‌های انرژی، بحث بنزین. شما دیروز آقای همتی تو صدا و سیما داشت باش گفتگو میکرد. من معتقدم شما یا پیشنهادم میکنم صدا و سیما اقتصاددانها رو، دانشگاه رو، دانشگاهیان رو، متخصصین رو دعوت کنه، واقعیت ها رو بگن. هر کسی میتونه این ناترازی‌های موجود در کشور رو، در آب، در انرژی، در برق، در گاز، در پول میتونه کمک کنه، بیاد بگه کمک کنم و حلش کنه. بسیار خیلی متشکرم. آقای دکتر البته در لابلای صحبتاتون هم به بحث تورم و اینها اشاره شد، خانم شریفی مقدم سوال کردم، ولی خب واقعا موضوع معیشت، گرانی و تورم یکی از موضوعاتی که مردم رو تحت فشار قرار داده توی کشور. در برنامه هفتم هم اومده که بحث تورم باید در سال پایانی برنامه هفتم تک رقمی بشه. در بودجه سال آینده هم پیش بینی شده که تورم به حدود 30% در واقع برسه. برنامه دولت برای تک رقمی کردن تورم انشاءالله برای سال پایانی، اون بسته هایی که خدمت شما عرض کردم که این گروه نشستن دارن کار میکنن، بسته هایی است که نظرات کارشناسی رو جمع کردن، هم مرکز پژوهشات این روند بوده، هم خود کارشناسای برنامه بودجه، هم از اساتیدی که بیرون بودن. اینا در نگاه اول این آیتم ها یا مورد ها رو در آوردن. روی این موارد الان داریم برنامه‌ریزی میکنیم که کارشناسا ببینن با چه روشی باید بریم تا بتونیم این ناترازی ها رو در اقتصاد، تورم رو در رابطه با بحث دخل و خرجی که داریم انجام میدیم و پول هایی که به انواع مختلف میاد، تورم رو و بعد سرمایه گذاری و تولید رو بتونیم درست بکنیم. و مهمتر از همه اینا همین نگرانی که الان فرمودید، چیکار بکنیم که مردم در معیشت و در زندگی مشکل پیدا نکنن. تا الان که من خدمت شما هستم، قدرت خرید ما از سال 90 تا حالا، سال 90 سرانه ما 70 خورده میلیون تومان بود برای سال، الان 50 خورده میلیون تومانه. یعنی قدرت خرید 20 میلیون اومده پایین و اگر همین راه رو بریم روز به روز بدتر خواهد شد. باید درمان بشه. درمان رو چه کسی میتونه در این رابطه بر ما کمک کنه؟ دانشگاهی‌ها، اقتصاددان‌ها، کارشناسا و باید جامعه هم با این مسئله بشینیم گفتگو کنیم تا بتونیم درمانی رو که لازمه برای ماندگاری کشورمون و عزت و سربلندی کشورمون عمل کنیم. من معتقدم ما میتونیم این کارو بکنیم. یعنی هنوز به برنامه و راهکاری نرسیدیم که حمایت معیشتی چطور صورت بگیره به خصوص از اقشار آسیب پذیر جامعه. این الان اون چیزی که الان وجود داره، فعلا آقای دکتر عارف رو مسئول کردیم که اجازه نده، چون این روندی که اینا داشتن میرفتن جلو با وضعیتی که ما داریم، دلاری که داریم، ما گران نمی‌کنیم. دلار ما مثلا گندم رو پولی نبود بخریم، مجبور شدیم از مقام معظم رهبری اجازه بگیریم از صندوق خلاف قانون برداریم تا پول گندم کارو بدیم. تازه تو قانون 160,000 میلیارد پول دیده بودن، ما 220,000 میلیارد نیاز داشتیم. علاوه بر این که باید رفتیم قانون هم باید اصلاح می‌کردیم تا گندم کارا گندمو می‌خریدیم. یعنی واقعیت با آنچه که به اصطلاح ما تو عدد رقم می‌نویسیم همخوانی نداشت. خب پرستارای ما برای یه شب یه ساعت کار کردن 25,000 تومان بهشون پول میدادن تو قانون. آخه کی برای 25,000 تومان شب میاد کار بکنه؟ روز میاد که 25,000 تومان. حقم داشتن اعتراض میکردن. حالا با کلی بحث و روند مسکنی زدیم، مثلا گفتیم 80,000 تومان از یه جایی جمع کردیم. با اینا که درست نمیشه. این که چگونه باید این ناترازی رو حل کرد به این سادگی هم نیست. باید هم اجماعی ایجاد بشه بین کارشناسا، چون یه عده ممکنه بگن نه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
اول بین متخصصین و کارشناسا باید یه اجماعی به وجود بیاد، بعد با مردم بیایم گفتگو کنیم، کارشناسا بشینن با مردم حرف بزن. باید مطمئن کنیم مردم رو که نخواهیم گذاشت اینا از نظر معیشتی و زندگی روزمره مشکل پیدا کنن تا بتونیم اجرا کنیم. وگرنه اگر مداخله پیدا کنیم که اونا مشکل پیدا کنن، که اصلا از نظر علمی و از نظر خود من که مدیریت میکنم غیر قابل قبوله و این کارم نخواهیم کرد. برنامه دولت 14 برای مقابله با غول درآمدخوار خانوار مسکن چی هست؟ گفته میشه که در میانگین حدود 42.4% از کل هزینه‌های زندگی در خانوارهای استانهای دیگر کشور به جز تهران داره صرف مسکن میشه. در تهران میگن بیش از 50%. دیگه از بازار اجاره بها همه خبر داریم، اصلا خرید که دیگه اونی که نداره نباید حتی سمتش بره و فکرم نمیتونه بکنه. برنامه سال رسیده اگه حقوقش خرج نکنه نگه داره، هیچی هم نخوره، همه رو نگه داره، شاید 30 سال دیگه بتونه یه خونه این همون حرفی که گفتم. خب تا حالا مسکن زدیم، میخوایم حل کنیم، باید بپذیریم کارشناسا تصمیم بگیرن و بعد بپذیریم همراهی کنیم با کارشناسا. 130-150 میلیارد دلاری که ما داریم اینجوری برای یارانه ها میدیم، سوخت و گاز و برق و آب و اینا، اگه اینا رو تبدیل به ریال کنیم، میدونید سرانه هر نفر چقدر میشه؟ 90 میلیون تومان سرانه هر نفر. ما داریم میدیم ولی به هیچی نمیرسه. اگر بتونیم اینو مدیریت کنیم و بتونیم مراقبت کنیم، ما خیلی اما چگونه باید این نقشه راه نوشته بشه، چگونه اجرا بشه که اون صدماتش عوارضش ایجاد نشه ولی برکاتش به جامعه برسه؟ اینجوری نیست نسخش به این سادگی. شما بگید من یه نکته میخوام بگم دیگه، قرار شد سریع صحبت کنم. الان داریم میگیم که حالا کارشناسا بیان و دانشگاهیان بیان و برنامه‌ریزی بکنن و حالا مردم الان دارن از گیراندهای تلویزیونی ما رو نگاه میکنم که حالا کی کارشناس بیاد، کی برنامه بریزه، یه سال دولت تموم میشه، کی قرار مثلا بازار مسکن ورود پیدا کنیم آرامش برگرده، کی قرار گرونی تموم بشه، تورم کنترل بشه. یعنی همه اینها باز هم همچنان ابهام برای مردم الان میمونه. نه ببینید، ما وعده داده بودیم تو قانون 1 میلیون مسکن بسازیم، چرا نشد؟ چرا مردم صادقانه حرفمون رو نمیزنیم؟ هر آدمی که مدعی میتونه بسم الله بیاد به ما بگه ما نوکریشو میکنیم. 800,000 نفر ثبت نام کردن، 400,000 نفر رفتن یه وام گرفتن. این وام با اون چیزی که باید بسازن بالای 1000 همت، یعنی 1 میلیون میلیارد تومان پول نیازه برای اینکه این کارو بکنن. از کجا میخوام بیارم؟ اون وقت این ور داریم هزینه ها رو هدر میدیم. این که چگونه باید بنویسیم و الان من پشت تریبون به مردم یه وعده های غیر واقعی و غیر صادقانه بدم من این کارو خواهم کرد، فردا هم نتونم بکنم، چطور که یه عمر داریم میگیم و نشده. چرا اینجا رسیده؟ برای اینکه گفتیم کی اگر بپذیریم کارشناسا رو، اگر بپذیریم حرفا رو، در عرض همین 4 سال ما خواهیم توانست خیلی از این مشکلات رو اصلاح کنیم. بنده مطمئنم که میتونیم اصلاح کنیم، به شرط اینکه اول خودمون اصلاح کنیم در دولت و بعد مردم باور کنن که ما میخوایم برای این مردم خدمت کنیم. ما نمیخوایم برای خودمون کاری بکنیم، ما میخوایم برای مردم کار بکنیم. ولی واقعیت ها اینایی است که بپذیریم و بعد بپذیریم این کسانی که کارشناسن نسخه دادن، ما با اینا همراهی بکنیم. ما کاری خواهیم کرد، تلاش خواهیم کرد که حتما مردم عزیز ما این مشکلات براشون رفع بشه. نه اینکه حالا کی امسال اون یکی سال یه عمر از این حرفا زدیم، همه اومدیم وعده هایی دادیم ولی وعده هیچ وقت اجرایی نشده. این گرونیایی که با شروع به کار دولت 14 اتفاق افتاد از قبل برنامه‌ریزی شده بود. اصلا پول نیست. گرونی لبنیات و 30% گرون شدن خودروهای داخلی و دوباره مجوز برای گرونی نان و همه اینها یهو اتفاق افتاد. چقدر باید پول میدادن؟ 15 میلیارد. 5 میلیارد هم قبلا بود. چقدر ما تونستیم درآمد کسب کنیم؟ تازه تا آخر سال 12 میلیارد. از جای دیگه پول برداشتن به یه جای دیگه دادن که الان باید پول اونا رو بدید. از پول به اصطلاح شرکت ها برداشتن، پیشخور کردن، عقب پولا رو آوردن، از بانک برداشتن دادن. الان
عددی که ما میتونیم درآمد داشته باشیم 12 میلیارده. یکی بیاد بگه این 12 میلیارد نیست، شما دروغ میگید، مثلا 20 میلیارد شما برداشتید جای دیگه هزینه کردید. خب بگم ما این 12 میلیارد تازه ما اینو رفتیم اجازه گرفتیم 12 میلیارد رو باز کردیم 15 میلیارد، یعنی از یه جای دیگه، یعنی ولی اینم مسکنه. سال دیگه درآمد ما با این وضعیت، تازه اگه اتفاقی نیفته، ترامپ اومده اگه کاری نکنه 12 میلیارده. اما ما میتونیم مشکل حل کنیم انشالله. کم چون در برنامه حالا هفتم هم اشاره شده که به 5 میلیون ساخت مسکن باید برسیم و صحبت حقوقا هم شد. خب با شوخی که کردن خانم شریفی مقدم که واقعا با این حقوقا و اینها دیگه اصلا نباید برای خرید منزل مردم فکر بکنن. افزایش حقوقا 20% در بودجه سال آینده پیش بینی شد. 20 تا 40%. خب با توجه به تورمی که داریم، تورم هم 30%. جبران خواهد شد آقای دکتر؟ نه، ما اینجا گیر داریم. یعنی اینی که ما میگیم با ناترازی مواجهیم، با ناترازی مواجهیم. ما داریم تلاش میکنیم این ما اگر ناترازی ها رو مدیریت بکنیم خواهیم توانست این مشکلات غلبه کنیم. برای اینکه گفتم عددی که الان تو این ناترازی هست سرانش 90 میلیون رو بگیم اصلا بیخوده، 20 میلیون هم اگه باشه چه اتفاقی میفته برای هر فرد ایرانی نه یک کارمند. ما همه این مشکلات رو میتونیم حل کنیم، ولی به شرط اینکه یک، صادقانه عدد رقم ها رو بدیم، بعد نقشه درست بدیم، نیم بگیم 1 میلیون میسازیم و نسازیم. خب گفتیم میسازیم، چرا نساختیم؟ ببینید این که من یه وعده‌ای بدم فردا نتونم و نشه اصلا اجرا کرد. الان برای پول پرستاری رو، پول بازنشسته ها پاداششون نتونستیم بدیم، داریم تلاش میکنیم پول پیدا کنیم. تونستیم چیزی که تو قانون مسبب کردن 20 چند میلیارد تومان بوده، 20 چند هزار میلیارد. نیازی که اینا دارن بالای 70,000 میلیارده. خود جبران باید از یه جای داده بشه دیگه. قرار بود اعتبار لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان از آن 1% که بر مالیات بر 50,000 میلیارد بر ارزش افزوده اضافه شد، 50,000 میلیارد ارزش افزوده اعتبارش شده پول. خب 75,000 میلیارد تومان برای جبرانش باید ما پول بدیم، یعنی 25,000 میلیارد کسری داریم. خب پس باید مجبوریم الان مرحله به مرحله اجرا کنیم. نه، ما الان از یه جایی بالاخره ما باید بازنشسته، ببین ما داریم تلاش میکنیم اون چیزی که هست، گفتم مسکن‌های لازم رو، اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفتیم برای اینکه پرداخت‌ها رو بتونیم انجام بدیم، یه پولایی رو از اونجا برداشتیم و داریم این کارا رو میکنیم. پاداش رو مثلا داریم تلاش میکنیم بتونیم پرداخت کنیم، ولی واقعیت اینه که هست ما نکردیم. پولی که وجود داره اینه. با کسری اعتبار بودجه روبرویم که ناگزیر به هر حال باید این روند اگر نتونیم درمان کنیم، یعنی نتونیم درست برنامه ریزی بکنیم، فردا با مشکلات بسیار بدتری مواجهیم. ما میتونیم درمان کنیم، درمان خواهیم کرد و با مردم هم گفتگو خواهیم کرد و کاریم خواهیم کرد که اون عدالت در جامعه شکل بگیره. نه اینکه منی که از نظر منزل و مسکن و امکانات بیشتر دارم، از یارانه سوخت و برق و گاز و نفت و هر چی بیشتر استفاده میکنم، اونو که تو روستا زندگی میکنه، یه کارمنده یا در حاشیه تهرانه، فرض کنید 1/100 من استفاده کنه. شما میدونید بر اساس داده ها منطقه 1 و 2 تهران به اندازه بقیه مناطق داره از سوخت و گاز استفاده میکنه. این کجاش عدالته؟ ما اینو ادامه بدیم؟ خب اگه قرار بدیم به همه بدیم، چرا به یه عده میدیم به عده نمیدیم؟ این بی‌عدالتی رو میگیم باید حل کنیم. نمیشه در جایی استخر روباز دارن گاز مفت مصرف میکنه، استخر روباز درست کرده، من چرا باید به اون استخر روباز گاز دولتی بدم و بعد نتونم سوخت مردم رو تهیه کنم؟ خب اینو باید با مردم صحبت کنیم. وضعیت در اومد، مردم قبول کردن، باور کردن، اون وقت از اون پول واقعی میگیرم. من که نمیگم نکنه، پول داره الحمدلله، خب اقلا پولشو بده. من چرا باید به اون سوبسید برق بدم؟ بسیار. چرا باید سوبسید گاز بدم، سوبسید بنزین بدم؟ کجای دنیا این کارو میکنن ما بکنیم؟ از این ور اون وقت یه عده مردم برای نون شبش، برای همون مسکنی که میخواید بگید مشکل، ما اگه بتونیم اینو مدیریت کنیم مشکل اونم حل میکنیم. ولی اگه نتونیم مدیریت کنیم، خب کسی که داراتر بیشتر مصرف میکنه، اونی که نادارتر روز به روز
گرفتارتر میشه. چون تو بحث‌های معیشتی هستیم و بحث‌های عدالتی که اشاره کردید، یکی از موضوعاتی که برای حمایت از قشرهای کم درآمد در جامعه بود بحث ارائه کالابرگ بود. مدتیه که این طرح دیگه به قشرهای مختلف مردم ارائه نمیشه. آیا قراره که دیگه این طرح حالا امسال یا در سال آینده ارائه نشه دیگه؟ ما خدمت شما عرض کردم الان یه تیم گذاشتیم، نحوه این که چگونه باید کاری بکنیم مردم اون معاش روزمرهشون رو داشته باشن و فشار از در حقوقی نیاد، دارن کار میکنن و این رو خواهیم کرد. یعنی کاری خواهیم کرد که حداقل معیشت مردم در حدی که نیاز دارند رو بتونیم تأمین کنیم. حالا این کالابرگ به چه شکل باید باشه، کالابرگ باشه، چگونه باشه، اجازه بدید یه مدت بگذره تا ما به یک زبان و نگاه مشترک برسیم تا بعد بتونیم اعلام بکنیم. ان این رو اعلام خواهیم کرد. ما مصممیم و مصریم که معیشت مردم رو کاری بکنیم که مشکل پیدا نکنن. بسیار خوب. از زمانی که دولت 14 آغاز به کار کرد دیگه حالا همزمان شد، تنش‌های منطقه خیلی زیاد شد. ما مسائل غزه رو که داشتیم همچنان، بعد به لبنان کشید و اتفاقات ناگواری که افتاد برای فرماندهان مقاومت و البته ترورهایی که اشاره کردید، به اولیش که جناب اسماعیل هنیه بود در تهران ترور شد و حالا تنش‌هایی که به سوریه کشیده شده بعد از اینکه توافق آتش بس در لبنان اعلام شد. به نظر میرسه که شیطنت‌ها به سمت دیگری از منطقه آمد و در سوریه حالا ما گروهک‌های تروریستی رو داریم. شنیدم و مطلع هستیم همه که امروز شما گفتگوهای تلفنی هم داشتید، رایزنی‌هایی رو دارید انجام میدید و البته سیاست خارجی ایران و سفرهایی که آقای عراقچی وزیر خارجه داره انجام میده که خیلی بازتاب هم پیدا کرده، مخصوصاً شامی هم که در شام صرف شد به نشانه آرامش در دمشق پایتخت سوریه. خیلی سریع، آیا ایران حضور نظامی مستقیمی در سوریه خواهد داشت؟ ببینید اون چی که الان از اوضاع شما تعریف کردید، اونایی که بیرون نشسته بودن و توطئه میکردن، علت این که اصلا من اومدم خودم رو کاندید کردم، در نگاه اولم میگفتم که من اومدم تلاش کنم مردم بیان پای صندوقای رای، برای اینکه اونا تلاش میکردن مردم نیان پای صندوقای رای و در کشور یک جو ناامیدی و بی‌اعتمادی رو دامن میزدن. خب اومدیم مردم اعتماد کردن، رای دادن و حضور بسیار با ارزشی رو در خودشون نشون دادن. تصور خارج نشینا اینا این بود که به نظر من، حالا ممکنه این تحلیل رو دیگران نپسندن، ایران خودش دیگه داره از بین میره دیگه، مردم نمیان، نارضایتی وجود داره و مشکلات به وجود میاد و از این ورم یه سری کارهایی که خودمون کردیم مردم رو ناراضی کردیم، طبیعتاً اونا هر کاری دلشون خواست میتونن تو کشور ما انجام بدن. با اومدن ما همون روزی که ما اومدیم شبش بیان مثلا تو ایران اسماعیل هنیه رو ترور بکنن، برای اینکه اون باور و یا امیدی که در مردم ایجاد شده بود، اینا میخواستن این امید رو تبدیل به ناامیدی کنن و این فشارهایی که الان دارن بر ما وارد میکنن باز برای اینه که نذارن ما بتونیم در عمل مشکلات مردمون رو بتونیم حل کنیم و مردم باور نکنن که ما برای مردم اومدیم. و این روندی که هست و بحثایی که ما چون من در مناظرات تلویزیونی هم بارها گفتم و به این اعتقاد دارم، نه اینکه شعار دادم، قدم اول اینه که ما در داخل کشور باید با هم وحدت و انسجام داشته باشیم. هیئت دولت رو و این قومیت ها و اینا رو بر این اساس شکل دادیم که ایران مال همه ایرانیانه، ایران مال یک دسته، یک گروه، یک جناح، یک تفکر نی. هر کسی میتونه برای این آب و خاک خدمتی بکنه و تلاشی بکنه که اینجا سرزنده و سربلند بمونه، ما دستشو میبوسیم، استقبال میکنیم که بیان. بحث بعدیمون اینه که ما با دنیا، با همسایگانمون برادریم، ما با هم یه زمانی یه نقشه بودیم، بعد همین استعمارگرا و اینا اومدن خط کشیدن گفتن شما این ورید شما این ورید و این روند رو و این اوضاع رو بر ما درست کردن. حالا درست کردن دارن ما رو به دعوا میندازن بین هم دیگه. اینا دلشون میخواد ما با هم دعوا کنیم و ما باید هوشیار باشیم که دعوا نکنیم. من امروز با امیر قطر صحبت کردم، با
نخست وزیر عراق صحبت کردم، با خود بشار اسد صحبت کردم، با رئیس جمهور محترم روسیه صحبت کردم. همه بحث این بود که نباید اجازه بدیم تروریست‌ها و توطئه‌گرها بتونن در منطقه دوباره جنگ و خونریزی را بندازن و این تلاشی است که باید انجام بدیم، حالا به صورت دیپلماسی، به صورت هماهنگی‌هایی که بین ما و کشورهای همسایه باید شکل بده. ما با مسلمان‌ها با کشورها برادریم. تمامیت ارضی همه کشورها محترمه و باید اجازه ندیم تمامیت ارضی هیچ کشوری به هیچ بهانه‌ای به هم بریزه. در نتیجه هر کاری از دستمون بر بیاد، هر کمکی برای ایجاد امنیت و آرامش و مقابله با تروریست‌ها شکل بگیره انجام خواهیم داد و با کشورهای همسایه و برادر و دوستمون هم هماهنگ خواهیم بود. حضور نظامی در سوریه خواهیم داشت. این بحثی است که قرار صحبت‌هایی که انجام گرفت قرار شد هم از نظر دیپلماسی گفتگو بشه. با رئیس جمهور ترکیه هم الان وزیر امور خارجه ما در ترکیه است، اونا دارن گفتگو میکنن. اون سران 4 کشوری که در رابطه با اون آستانه با هم بودن، روسیه و ایران و ترکیه و اصطلاح 3 کشور با هم بودن، اونجا قرار دوباره بشینن گفتگو و سوریه گفتگو کنن و اون تعهداتی که بود، کاری که اینا انجام دادن خلاف مصوبه حتی شورای امنیت، برای اینکه اونا تروریستن و در شورای امنیت اونا رو تروریست شناختن و الان یکی از کارها اینه که به شورای امنیت شکایت بکنن از نظر دیپلماسی و کسانی که به اینا کمک میکنند رو محکوم بکنن و جلسه ای قرار سریعا در عرض این هفته این چند تا کشور با هم بشینن و نحوه این که چگونه باید تعامل بکنن و جلوی این در چه سطحی برگزار خواهد شد؟ وزرای خارجه به اصطلاح همین چند تا کشوری که هست. بعدم ما دیداری با رئیس جمهور در آینده نزدیک با رئیس جمهور روسیه خواهیم داشت و داریم تلاش دیپلماتی رو ادامه میدیم تا ببینیم روندم داریم نظارت میکنیم به کجا میرسه. بسیار خیلی متشکرم. ساعت حدود 22:30 هست. بله. و حدود خیلی نیم زود ساعت داره فکر تمام شد؟ نه تمام نشد. نه حدود نیم ساعت ما زمان داریم برای ادامه گفتگو. سعی می‌کنیم دیگه از اینجا به بعدش با سرعت بیشتری جلو خیلی زیاد شد. نه زیادم نشد. بحث سیاست خارجی بود، صحبت‌هایی هم آقای دکتر کردن. من این سوالو بپرسم که در بحث توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای منطقه و حتی بحث مذاکراتی که مطرح هست برای تعامل با دنیا، چشم‌انداز شما از این تعاملات و مذاکرات چی هست؟ ببین ما در از این مدت بیش از 95 شاید 100 به اصطلاح دیدار با رؤسای جمهور، نخست وزیرها و گفتگو و صحبت داشتیم. همین امروز 4 تا دیروز مثلا با یکی از روز پرکاری داشتیم. نه کلا در روندی که بود همون بحثی که می‌کردیم با دنیا با کشورهای همسایه باید تعامل داشته باشیم، اون چیزی است که میتونه ما رو از این بحران‌ها نجات. ما باید اقتصاد رو باز کنیم و روند رو بتونیم توسعه بدیم. الان در ماه آینده میریم اوراسیا اواخر همین ماه و ما رو به عنوان ناظر قرار اعلام بکنن که بتونیم با کشورهای 5 تا 6 تا کشوری که اینا در اوراسیا هستن تعاملات با تعرفه‌های پایین یا صفر داشته باشیم. این یه بازاری رو بر ما باز میکنه که تولید کنندگان ما، تجار ما تو این بازارها بدون تعرفه‌هایی که هست بتونن حضور پیدا کنن. و داشتیم صحبت میکردیم با دوستانمون در دولت که از اتاق بازرگانی و تولید کنندگان در این سفر با ما باشن و اون نیازها و اون کارهایی که ما باید براشون انجام بدیم در اونجا هم پیگیری کنیم. در اکثر این سفرها پیگیر این هستیم که تولید کنندگان، صنعتگران ما بیان، ما میتونیم راه رو برای همدیگه برای اینکه بتونه این تبادلات شکل بگیره باز کنیم. در این مدت با این گفتگوها هم با رئیس جمهور چین صحبت کردیم، یه مصوبات خوبی داریم، الان داریم اون مصوبات رو داریم تلاش میکنیم عملیاتی اجرایی بشه. معاون رئیس جمهور یه گروه کارشناسی از چین قراره هفته آینده بیان دوباره اینجا. با روسیه صحبت کردیم، ما یه سری ارتباطات و برنامه‌ها و معاهداتی داشتیم که اونا رو هم کارشناسان ما اینجا مجددا نشستن بازنگری کردن در نفت، در راه، در گاز، در برق که اینا برای اینکه بتونیم اجرایی بکنیم. من خودم چندین جلسه گذاشتیم
سفیرمون از عراق از مسکو دعوت کردیم اومد اینجا. الان 2 تا از معاونینش رو امروز با جناب آقای پوتین صحبت می‌کردیم، گفت هفته آینده میفرسته که این توافقات رو نهایی بکنیم که ما در دیداری که با هم دیگه خواهیم داشت، حالا یا در اوراسیا یا در ژانویه، در به اصطلاح 20 یا 25 ژانویه در مسکو با هم دیگه در یک به اصطلاح روند رسمی اون توافقات رو امضا کنیم که بیان شروع کنن. با هند مذاکره داشتیم، یه سری توافقات با اونا داشتیم، با عراق یه سری توافقات داشتیم. ما داریم تلاش میکنیم توافقاتی رو که میتونیم با هم دیگه، با کشورهای همسایه، با کشورهای دوست داشته باشیم، روی اینا داریم کار میکنیم و تلاش میکنیم. فکر میکنم تا جایی که بتونیم خواهیم توانست این ارتباطات رو عملیاتی بکنیم، چون خیلی حرفا رو نوشتن، همون چیزایی که میگن هی میگیم و اجرا نمیکنن. ما تلاش کردیم، وزیر راه ما سرکار خانم دکتر صادق از اون پروژه هایی که باید بره خودش شخصا رفتن بازدید کردن که اگر مشکلاتی وجود داره اون مشکلات رو مربوط به ماست ما حل کنیم. وزیر نیرو در رابطه با برق و انرژی و اینا که باید اتفاق بیفته، وزیر نفت در رابطه با گاز و وزیر راه دوباره در رابطه با اون کریدورهای شمال جنوب. یعنی کارهای بزرگی رو در دست اجراست که اگر بتونیم اینا رو با کمک این معاهدات و مشارکتی که انجام میگیره در اجرا و عملیاتی بکنیم، خودش میتونه خیلی از مشکلات ما رو از نظر اقتصادی حل کنه. در بحث مذاکرات رفع تحریم ها چطور؟ رفع تحریم ها هم که میبینید الان آقای دکتر عراقچی، ما تو آمریکا که رفته بودیم با اروپایی صحبت کرده بودیم، قرار بود که یه هفته بعدش بیان برن تو اروپا بشینن با همدیگه و توافق کنن که مشکلات حل بشه. اینه که میگم این دعوا رو راه انداختن که این ناامیدی نذارن ما با دنیا بتونیم به یه توافقی برسیم و ما رو در چالشی نگه دارن که مردم ناراضی بشن و بعد بگن اینا بی‌ارزن. چون با اونا گفتگو کرده بودیم و داشت مسیر خیلی خوبی پیش میرفت تو آمریکا، گفتگوهای با نخست وزیرها. من تو خود آمریکا با رئیس جمهور فرانسه صحبت کردم، با رئیس شورای به اصطلاح مجلس خود اروپا صحبت کردم، با نخست وزیر نروژ صحبت کردم، با سوئیس صحبت کردم، با خیلی از این افرادی که مال اروپا بودن صحبت کردیم و قرار شد که توافق به اصطلاح بیایم با همدیگه کار کنیم و اون سوء تفاهمات هم هست بشه، از بین بره. ولی این کاری که اسرائیل اومد کرد با کشتن در حقیقت اصطلاح اسماعیل هنیه، نه بعد از اسماعیل هنیه که ما در لبنان اون چیزها رو انداختن، پیجرها رو اومدن اون کار رو کردن. بعد ترور سید حسن نصرالله دبیر این ترورهایی که در اونجا انجام گرفت دیگه مسئله رو به هم ریختن. یعنی اون روند بین ما و بین اونها با مشکل مواجه شد و طبیعتاً چون ما مجبور شدیم یه عکس العمل نشون بدیم، خب اون اختلافات دامن زده شد. الان مجددا باز یه گفتگویی داشتیم، وزرای خارجه، نمایندگان وزرای خارجه تو اروپا گفتگوهایی داشتن با هم دیگه. قرار شد دوباره یه گفتگوهایی داشته باشیم. البته اینا اون روی سکه خودشون رو نشون دادن، دارن تحریم هایشون رو ما افزایش میدن. هواپیمای ما رو تحریم کردن، کشتی های ما رو تحریم کردن به تبعیت از کاری که آمریکا انجام داد. ولی با تمام این اوضاع ما به دنبال اینیم که به اینا ثابت کنیم که ما به دنبال جنگ و ناآرامی نیستیم، ما به دنبال صلحیم، ما به دنبال امنیتیم. این شیطنت هایی که اینا میکنن کاریست برای این که نذارن ما در کشورمون بتونیم با قدرت مشکلات خودمون رو حل کنیم و میخوام بر ما اونقدر مشکل ایجاد کنن که مردم رو نسبت به ما و نسبت به حکومت ما بدبین کنن تا بعد اون امیال و ذهنیت های خودشون رو پیاده کنن. اون چیزی که الان در بین کشورهای اسلامی اتفاق میفته، اینا دلشون میخواد مسلمونا به جون هم بیفتن تا اینا راحت بیان ذخایر ما رو بردارن ببرن. ما باید هوشیار باشیم، با همدیگه نجنگیم. ما باید با همدیگه اون پیمان و دوستی و برادری رو داشته باشیم. خیلی ممنون. امروز یکی از روزنامه‌های چاپ صبح کشور تیتر یکش رو خیلی درشت نوشته بود: جناب رئیس جمهور، الوعده وفا. یکی از وعده های شما در انتخابات
رفع فیلترینگ بود. خب خیلی الان میگن جلسات برگزار میشه، اما خب وزیر ارتباطات در فضای مجازی میان مینویسن که مرحله بندی شده و حالا قرار انجام بشه اینها، ولی باز هم مردم همچنان سوالشون اینه که پس چی شد؟ یکی از اون وعده هایی که خیلی زود میخواستن بهش برسن. ما توی ساختاریم که این ساختار بالاخره اگر بخوایم اون وفاقه وجود داشته باشه، طبیعتاً باید سران قوا با هم به یک زبان و نگاه مشترک برسن. بعد تازه اگه اینا به یک زبان و نگاه مشترک رسیدن، یه شورای به اسم شورای فضای مجازی درست کردن که این اونجا هم رأی گیری بکنن و این حرفا. ما در سران با کارشناسان نشستیم، اون طرح و نقشه ای رو که میشد 3 گزینه بود که با این 3 گزینه بتونیم این کارا رو بکنیم. به توافق هم رسیدیم. به این توافق در سران مورد تایید قرار گرفت. بعد اومدیم تو شورا یه سری باز نگاه‌های به اصطلاح خاصی که وجود داشت، کار رو دوباره به یک کارشناسی دیگه ارجاع دادن. حالا اینو دارم بررسی میکنم، ولی نهایتاً من معتقدم که به هر شکل حالا اگر این روند به این شکل، چون با خدمت مقام معظم رهبری هم که بودیم، ایشون هم معتقد بودن که هیچ وقت نگفتن فیلتر کنید، گفتن حاکمیت کنید، یعنی امنیت سیستم رو داشته باشید. ولی خب اومدن همه چیز رو فیلتر کردن و نارضایتی بزرگی ایجاد شده. یک شبه فیلتر شده ولی رفعش قرار چند ماه. برای اینکه این ساختاری که درست کردن کلیت قضیه، چون اصلی که من بهش معتقدم اون وفاقه است. چون اگه یه دستور بدی که دعوا شروع بشه، به جایی که به نتیجه برسید اون هدف اصلی گم میشه. داریم تلاش میکنیم با وفاق و همدلی بریم جلو و خود مقام معظم رهبری هم در جلسه‌ای که خدمتش بودم میفرمودن که بالاخره این بحث فضای مجازی رو یه جوری حل کنیم. حالا باید بشینیم ببینیم به چه شکلی. منتظریم این گروه هم کار بکنن، در سران هم با هم هماهنگ میکنیم که روند قضیه رو، اون گزینه انتخابی که سران بهش رسیدن، اون گروه به اصطلاح رای دهنده هم توافق کنن که بیاد اقدام بکنیم. رئیس جمهور خیلی در صحبتاتون از کلمه وفاق استفاده میکنین. این وفاق رو برخی ها معانی متفاوتی از توش در آوردند. خب یکی که تعامل با قوای دیگر، تعامل با همه به هر حال احزاب و حتی قومیت هایی که در کشور هست به کنار. آیا وفاق به نوعی مثلا تقسیم انتصابات معنی میده؟ آیا مثلا یه جورایی شاید کنار آمدن با بقیه معنی میده؟ به طور کلی اگه بخوایم وفاق رو خیلی خلاصه و شفاف توضیح بدیم، وفاق یعنی چی؟ وفاق یعنی پایبندی به حق و عدالت و دوری از ضلالت و یا تابعیت نفس. حالا اینو بخواید باز کنم براتون میتونم هر چقدر بخواید باز کنم، هم رفرانس بدم، مستند بگم، هم نمونه بگم، هم روند قضیه. وفاق اختلاف زمانی شکل میگیره که من حق شما رو ضایع میکنم. اگر من حق شما رو ضایع نکنم دعوایی شکل نمیگیره. تمام اختلافاتی که ما با هم داریم برای منیت ماست. ما حق دیگران رو نادیده میگیریم، حالا یا به خاطر جنسیت یا به خاطر قومیت یا به خاطر مذهب، در صورتی که اسلام و دین اومده حق رو، خدا در قرآن میگه پیامبران رو فرستادیم، یا داوود جعلناک خلیفة فی الارض، تو رو خلیفه کردیم، فحکم بین الناس بالحق، بر اساس حق با مردم حکومت کن. تو چپی، تو راستی، تو کردی، تو فارسی، تو لوری، تو بلوچ، چه میدونم تو بر اساس حقش چیه همونو بده. فلا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله، تابع هوای نفس نشو، تو رو از مسیر خدایی دور میکنه. الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب عظیم، کسانی که مسیر ضلالت رو، عذاب عظیمی رو گرفتار میشن. ما در عذابیم. چرا در عذابیم؟ برای حقوق دیگران رو نادیده میگیریم. وفاق این نیست که ما سهمیه بدیم، وفاق اینه که ما حق دیگران رو ببینیم، زور نگیم به دیگران و تقسیم نکنیم این و اون. حالا بخوای آیه برات میخونم، بخوای از حضرت علی میگم. حضرت علی علیه السلام در نامش به مالک اشتر اول میگه امر میکنه به تقوا،
و ایثار طاعتی و اتباع ما امر به فی کتابه من فرائضه و سننه. امر میکنه مالک تو رفتی بر اساس کتاب با مردم عمل کن و بر اساس سنت پیامبر این کارو بکن. پشت سرش میگه که تو دلتو بر خدا بدو این کارا. بعد میگه امره ان یکسر نفسه عند الشهوات و یضعها عند الجماعات. بهش امر کرد که در مقابل هوای نفسش رو زیر پا بذاره و با نفس عمل نکنه. فملک هواک و شح بنفسک اما لا یحل لک. مالک هوای خودت باش و از آنچه که بر تو حرامه نری انجام بدی. شح بالنفس انصاف فیها منها فیما احبت و کره. شح نفس یعنی این که انصاف رو در مقابل اونی که دوستته اونی که دشمنته بین این تو انصاف کنی. این یعنی وفا. ما انصاف رو در مقابل خودمون، در بین دوستمون و در بین کسی که دوست نداریم. همه مردمی تو کشور زندگی میکنن ایرانی هم. همه مال این آب و خاکن. قرار نیست بگیم تو چون اینجوری هستی تو رو بازی نمیدم. حالا باید تلاش بکنیم به اون حق و عدالت در جامعه عمل. انشاءالله. در راستای همین موضوع امیرالمومنین هم آمد در برنامه. حالا خوش به سعادت هموطنان که در نجف اشرف است. حالا شاید تصویر ما رو هم از تلویزیون ایران دریافت میکنن که التماس دعای ویژه هم داریم ازشون. چون بحث وفاق مطرح شد، من میخواستم آقای دکتر صریح بپرسم که انتظار دارید بخش‌های مختلف کشور در بحث وفاق، حالا قوای دیگر، قوه مقننه، قوه قضاییه، چه کمکی به شما و دولت بکنند؟ ببینید ما اگر حقوق مردم رو از نظر قضایی، از نظر قانون گذاری، ما قانون میتونیم بنویسیم ولی عادلانه نباشه قابل اجرا نیست. تو قانون اساسی حکم بر عدالته، حکم بر کرامت و به اصطلاح عزت ایرانی است. همه محترمن، همه جایگاه دارن. ما اگه قانونی بنویسیم که عدالت درش دیده نشه، خب اجرا نخواهد شد. اجرا شد مشکلات ایجاد خواهد، نارضایتی ایجاد خواهد کرد. باید قانون رو بر اساس عدالت بنویسیم، قانون رو بر اساس حق بنویسیم و قانون رو طوری بنویسیم که حقوق یه عده‌ای رو ضایع نکنیم. اگر تونستیم بر اساس حق و عدالت قانون بنویسیم، بر اساس حق و عدالت قضاوت کنیم، نه بر اساس حالا اون نگاه هایی که داریم، واقعا همه راضی میشن تو این مملکت. نه اینکه اگر آدمی داشتی یه جور بهت حکم بدن، آدمی نداشتی یه جور دیگه بدن. این نگاه رئیس قوه نیست. مثلا شما بارها از رئیس قوه شنیدید گفته، دستور داده، ولی وقتی میاد پایین دیگه تو پایین طرف بر اساس اون منیتش بعضی جاها عمل میکنن. یه اتفاقاتی میفته که نباید بیفته. من مجرمم، به اندازه جرمم منو مجازات کنید. نه اینکه اگر یه جا جرم کردم دیگه برای تمام عمر یه انگی بچسبونید که دیگه نتونم بلند شم. من یه پتانسیلم. هر ایرانی یک قویه به اصطلاح دریایی از قوت و قدرته. هر ایرانی در هر قومیت و جنسیتی. اگر اینو بپذیریم و اگر اجازه بدیم اون رشد بکنه و توان خودش رو برای شکوفایی این کشور عمل بکنه، ما از این بحران‌ها میایم بیرون. بحران زمانی میایم بیرون که همه رو بازی بدیم. ما در جنگ عراق صدام نامردی که بود و تمام دنیا ازش پشتیبانی میکرد، هیچی هم نداشتیم، ارزی نداشتیم. چطور شد نتونستن یه وجب از خاک ما رو بگیرن؟ مردم بودن. مردم با تمام وجود زندگیشو میبست و میرفت شهیدم میشد برای اینکه مملکت رو میخواست و اون عزت و سربلندی رو. همون آدمایی که ما قبول نمی‌کردیم میگفتیم تو خیابونا لاتن و نمیدونم فلانن، اونجا میومدن صحنه‌هایی رو از خودشون نشون میدادن که خیلی از آدمایی که مدعی بودن جوانمردانه‌تر از آب و خاک و اون سرزمین دفاع میکردن. ما اگر این مردم به اون باور برسن که مملکت مال اوناست و ما با اونها بر اساس عدالت و انصاف میخوایم برخورد بکنیم، ما هر مشکلی رو میتونیم حل کنیم. این نگاه بر وفاقه. حالا بخوای یه عمر برات حرف میزنم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. جناب رئیس جمهور 16 آذر روز دانشجو رو پیش رو داریم. چه برنامه دولت 14 خواهد داشت برای بازگشت اساتید به دانشگاه ها، برای یه مسئله خیلی مهم که این روزها خیلی هم چالش برانگیز شده، مهاجرت دانشگاهیان، چه استاد چه دانشجو به خارج از کشور.
چقدر میخواین که این رو سر و سامان بدین، به نوعی بستر فراهم بشه که آنهایی که نخبگان کشور ما هستن در کشور خودمون بمانند، خدمت بکنن به مردم، تحصیل علم اگر قرار انجام بدن، اگر رفتن برگردن به کشور؟ ما که خیلی از دانشجوهایی که معلق شده بودن برگردن. بله. خیلی از این اساتیدم دوباره بررسی شدن و خیلی هاشون برگشتن و مگر یه آدمایی که ممکنه مشکل غذایی داشته باشن، مگر مشکل غذایی نداشته باشن که اکثرا برگشتن. و خب نه اینکه اینا مجرم بودن، یا همون بحث هوای نفسی که میگم اینجا شکل میگیره. حالا من نمیخوام بگم مثلا اون مواردی رو که من خودم تو دانشگاه خودم دیدم و اون کاری که با دانشجوها کرده بودن غیر قابل قبول بود و بارها با وزیر اون موقعی که نماینده بودم صحبت کردم که مراقبت کنین، هی قول دادم ولی متاسفانه عمل نکردن. خب طبیعتا این نوع رفتار با دانشجو، با هیئت علمی، نتیجهش نارضایتیه و از اون ورم اونا دلشون میخواد نخبگان ما رو ببرن. یعنی از یه طرف میخوان در کشور ما نارامی ایجاد کنن، از یه طرف میخوان اونایی که نخبن میتونن برای مملکت چاره سازی کنن، مشکل ما رو حل بکنن، اونا رو براشون سفره پهن کردن ببرن. ما به جای اینکه هوای اینا رو داشته باشیم حداقل احترام خشک خالی به اینا بزنیم که اینا دلگرم بشن و احساس کنن این مملکت مال ایناست، اینا وجودشون برای این مملکت ضروریه، لازمه، میتونن کمک کنن. به جای اینکه این کار رو بکنیم بدتر عمل میکردیم. ما داریم تلاش میکنیم که اونا رو در رابطه با همین مشکلاتی که الان شما از ناترازی‌ها گفتید دخیل کنیم، کمک بگیریم ازشون، مشارکت بکنن به ما. من باورم بر اینه اگر اساتید ما و دانشجوهای نخبه ما وارد میدان بشن و بخوان همکاری بکنن، اینا چیزایی نیست که ما نتونیم حل کنیم. ما حل میکنیم انشاءالله. خیلی متشکرم. من فکر میکنم که حدود 10 دقیقه تا پایان زمان داشته باشیم. اگه دوستان یه اشاره بکنن که بتونیم سوالات رو 13 دقیقه تا پایان برنامه تنظیم بکنیم. آیت شما در همه بحث‌ها و صحبت‌های خودتون به موضوع عدالت خیلی اشاره کردید و در همه بخش‌ها و فعالیت‌ها و وظایف دولت اشاره فرمودید که بحث پیوست عدالت باید وجود داشته باشه در همه طرح‌ها و برنامه‌ها. این بحث عدالت رو اگر در حوزه بهداشت و درمان و سلامت مردم بخوایم در واقع شما توضیح بفرمایید و اینکه در حوزه آموزشی به ویژه در بحث تقویت بنیه علمی آموزشی مدارس دولتی، بحث گسترش عدالت آموزشی، توسعه زیرساخت‌ها در این حوزه، برنامه‌های دولت در این دو حوزه مشخصاً چی هست؟ شما چند روز پیش یه جمله‌ای گفتین، یه جا صحبت داشتید، هفته پیش بود که کلاس‌های 45 نفره خوبه و اون بله اون جمله. ببین ما الان 2 تا برنامه داریم، فردا هر هفته جلسه میذاریم، هم کارشناسای آموزشی رو دعوت میکنیم، یکی برای سخت افزار، یکی برای نرم افزار. سخت افزار اینه که ما مصممیم با مشارکت مردم، ما پولم نداریم ولی با کمک مردم تمام مدارس خواهیم ساخت، در عرض 1 سال هم خواهیم ساخت. حالا این چیزیست که اینجا میگم، بعدا شما اگه نمردیم و موندیم به شما نشون میدیم که این کار رو خواهیم کرد. من مطمئنم، چون من وقتی رئیس دانشگاه بودم در عرض 6 ماه 600 تا خانه بهداشت ساختم، 600 خورده ای. همه منو مسخره میکردن، میگفتم مدیریت بلد نیست، تازه اومده از این حرفا میزنه. نگاه بسیج و یا اون باور بسیجی که جبهه ها رو میگم چجوری اداره کردیم، ما میتونیم این کارو بکنیم. دولت به ما پول میداد 10 تا خانه بسازیم، 2 سال طول میکشید پول تموم میشد، بعضی وقتا خونه بهداشت تموم نمیشد. من گفتم 6 ماه 2 ماهه میسازم. وقتی اومدیم تو بازار تیراهن و سیمان پیدا نکردم، وگرنه 2 ماهه میخواستم بسازم. چون تیراهن و سیمان پیدا نکردیم کشید به 6 ماه، اما 6 ماه 600 خورده ای ساختیم. سال بعد 50 تا مرکز بهداشتی ساختیم بدون اعتبار، با کمک مردم. مردم اگه با ما باشن، مردم اگه باور کنن ما میخوایم مشکل اینا رو حل بکنیم، مردم میان میدان. ما تو اینجا ثابت خواهیم کرد که میخوایم با مردم باشیم و برای مردم تو مناطق محروم این کارو میکنیم. این از نظر سخت افزار. از نظر نوع کلاس، اینکه چگونه آموزش میدن. تو دنیا این روش آموزشی دیگه از بین رفت. اینجوری اصلا آموزش نمیدن. روش‌های علمی آموزش چیز دیگه است. آموزش میگن به فراگیر تو باید حل مسئله یاد بدی، کار تیمی یاد بدی، ارتباطات یاد بدی، مدیریت یاد بدی و ارگانیزیشن یا ساختارسازی یاد بدی، آموزش سیستمیک بدی.
این نگاه در شکل کلاس و نوع چینش کلاس شکل میگیره. کلاس همون 40-50 نفر که میگم، ما الان گفتیم که حتی نوع کلاس رو طوری طراحی کنن که اون هدف رو بتونیم جبران کنیم. کلاس رو میمدن به مثلا 40-50 نفر رو به 5 گروه 10 نفری تقسیم میکنن. بعد یکی میشه مثلا رئیس، یکی میشه معاون، یکی میشه سخنگو. موضوع درس رو چون باید به صورت سیستماتیک آموزش داد، به صورت سیستماتیک معلم یا اون راهنما، نه دیگه معلمی که بیاد تو کلاس درس بده، موضوع رو به صورت سیستماتیک تقسیم میکنه. مثلا یه بیمارستان متشکل از یه مقررات، یه نیروی انسانیه، یه پول، یه ساختار، یه تجهیزات و یه مشتری است. بعد میگن حالا این بیمارستان این گیر رو داره، شما بگید آیا مدیریت مشکل داره؟ آیا منابع مشکل داره؟ آیا نیروی انسانی گیر داره؟ آیا ساختمون؟ یعنی در حقیقت از اول یه فرد وقتی آموزش میبینه میفهمه که چگونه باید به موضوع نگاه کنه. یعنی آموزش سیستمیک میبینه، ساختارمند میبینه. تازه وقتی اینو دید، قبل از اینکه موضوع رو اینا قبل از اینکه بیان کلاس این تیم با هم میشینن حرف میزنن، یعنی درس رو قبل از اینکه معلم بگه با هم میخونن، بعد جمع‌بندی میکنن، بعد میان تو کلاس. یعنی کار تیمی یاد میگیرن، نوع گفتگو یاد میگیرن، تحقیق یاد میگیرن. حالا بحث بعدی اینه که میگن آموزش باید بر اساس جامعه باشه، یعنی کامیونیتی اورینتد یا کامیونیتی بیسش بکنید. ما آموزش باید بدیم که این مشکل جامعهش رو حل کنه. چگونه؟ اون وقت میشه مثلا بازدیدهای در حقیقت اون موردی رو که قراره اینو آموزش ببینن برن ببینن. آموزش متشکل است از شنیدن، دیدن، گفتن و عمل کردن. ما تلاشمون برای اینه که این پکیج، این بسته آموزش اونجا شکل بدیم. الان یه گروهی رو از دانشگاه خودمون، از وزارت بهداشت درمان و وزارت آموزش پرورش که اساتید آموزشان گذاشتیم که طرح نوع آموزش رو بر اساس روش جدید در بیارن و بعد ساختار رو و ابزار مورد نیازش رو که من فکر میکنم لازمه شما که به ساعت نگاه میکنید یه زمان مفصلی بذارید ما بگیم. دارم فکر میکنم وقت تمام میشه، سوالامون باز میمونه. آخه سوال میکنیم میخوایی برای اینکه ما یه حرفی که میزنیم همینجوری دیمی نزدیم، یعنی بر مبنای همون علم و کارشناسی که بهش معتقدیم ما میتونیم بچه‌هایی رو تربیت کنیم. به جای اینکه بعد از تربیت اینا بخوان از مملکت برن بیرون، حتی اگه بزنی از این مملکت نرن بیرون. مملکت مال ایناست. اینا باید این مملکت رو. ما غلط آموزش دادیم، این اومده بیرون. ما دانشجو رو درست آموزش ندادیم، محصل رو در مدرسه درست آموزش، بعد اومده بیرون تو خیابون می‌خوایم بگیریم باش برخورد کنیم. خب که دست تو بود، تو آموزش میدادی، چرا آموزش ندادی که بلا الان میخوای اینجا درستش کنی که درست امکان نداره با این رفتار ما درستش کنیم؟ مشکل ما و نوع آموزش ما و ساختار آموزش ماست. اینو میخوایم درستش کنیم انشالله. در رابطه با بهداشت درمان. بله. ما اگه پزشک خانواده رو پیاده کنیم، پزشک خانواده 4 تا موضوع: کی، مسئول چه کسی است یا چه کسانی است، چه خدمتی باید بده، چه پولی باید بگیره و چگونه جواب بده. در پزشک خانواده یعنی یه بسته خدمت تعریف میکنن، مسئول تعریف میکنن، جمعیت تعریف میکنن، میگن این بسته خدمت سلامت رو به این جمعیت تو مسئولی بدی. اگر مشکلی و یا نارسایی در اون رابطه پیدا شد، معلومه یکی رو باید جواب بده، چرا نتونستی این کارو بکنه. در این ساختار هیچ ایرانی از اون خدمات مورد نیاز دور نخواهد بود. همون خدمات رو خواهند گرفت و چون پوشش همگانی خواهد شد، اینجا در حقیقت اونایی که آدم ندارن، فقیرن، پول ندارن، آشنا ندارن، همون خدمتی رو خواهند گرفت که منی که پول دارم، توانمندم و آدم و آشنا دارم. و چون بر اساس ارجاع باید این شکل بگیره، در نتیجه اینجوری نیست من چون مثلا رئیس جمهورم خارج از این نوبت. البته الان رفتار ما درست نیست، غیر عادلانه است. عدالت اینه که کسی که تو نوبت اول او بره. حالا چون من رئیس جمهورم من اول باید برم. ما اینجوری یاد نگرفتیم. ما یاد گرفتیم که چون من رئیسم من باید اول صف وایسم. حالا چگونه باید این رفتار رو و نگاه رو اصلاح کنیم؟ یه مقدار چی میگن زور خواهد برد دیگه. خیلی راحت نمیتونیم ما این آدما رو به این سادگی بگیم آقا واسه تو نوبته، این نوبتشه، این باید بیاد، این اولویته. این میشه همون عدالته.
عدالت یعنی که کسی که حقشه و تو نوبته و در خطره اول اونو ببینن، نه اینکه کسی که پولدارتره، نمیدونم آشناتره، آدمدارتره بیان ببینن. البته کسی که پولداره میتونه بره خارج از این شبکه پول بده کار خودشو بکنه، ولی در ساختار و اون چیزی که دولت میتونه منابع بذاره باید بر اساس سطح‌بندی و همون عدالت این روند شکل بگیره. آقای رئیس جمهور، ما حدود 3 یا 4 دقیقه فرصت داریم. من یک سوال پایانی خواهم پرسید، حالا در 2 دقیقه خواهش میکنم پاسخ بدین. 2 دقیقه هم اگر نکته‌ای هست که ما نپرسیدیم رو خودتون فقط سوالای خیلی معنیدار نپرسید که مجبور باشم شرح بدم براتون. سوال خیلی کوتاهیه. استریت فوروارد بپرسید. قانون اخیر حجاب چه زمانی ابلاغ و به چه نحوی اجرایی و سازماندهی خواهد شد؟ حالا در این رابطه ما خیلی بحث داریم و گفتگو هم کردیم. حالا می‌خواستن تا همون اوایل که ما اومدیم به اصطلاح اجرا بشه. از نظر اجرایی حداقل منی که قرار اجرا کنم برام خیلی سوال‌ها و ابهام‌ها وجود داره که به این سادگی امکان نداره. یعنی ما میخوایم یه چیزی رو درست بکنیم، ممکنه با این مداخله کلی چیزای دیگر رو خراب کنیم. حالا قرار گفتگو کنیم و ببینیم روند قضیه رو به چه شکلی میتونیم تعامل کنیم که هم اون اصول و ارزش اعتقادی خودمون رو داشته باشیم، هم کاری نکنیم که اون وفاق و همدلی جامعه رو به هم بزنیم و بعد یه عده‌ای رو شروع کنند بر اساس همین کاری که داریم میکنیم با مشکل مواجه کنیم. داریم روش کار میکنیم. یعنی خیلی مسائل وجود داره که پیچیده از نظر من که باید اجرا کنم جای سواله. اصولا از نظر علمی میگن اگه کاری رو میخوای خراب کنی خوب بهش حمله نکن، بعد ازش دفاع کن. اگه قرار باشه کاری رو که میخوام انجام بدم نتونم خوب اجرا کنم و بعد دفاع کنم که میکنه خیلی بدتر بشه. باید حداقل اون کسانی که میخوان این کارو بکنن اون مهارت، اون توانمندی، اون باور و اعتقاد رو داشته باشن که بتونن یه کاری رو بکنن. یه چنین بستری رو من در سیستم اداری خودمون آماده نمیبینم و یه چنین رفتاری رو یه مقدار مسئله دار میبینم. حالا باید بشینیم گفتگو کنیم ببینیم به چه شکلی قراره این اتفاق بیفته. چون بحث حالا موضوع گشت ارشاد توی این قانونی که هست مطرح نیست مثل سابق و اینکه تمرکز روی موضوعات فرهنگی و اقتصادی ظاهرا هستش. حالا با توجه به نکاتی که فرمودید ممکنه که مثلا دولت لایحه اصلاحی چیزی من راننده اسنپم. یه خانومی میاد منو صدامو سوار میشن، حجابشون اون نیست که میخوان، هم منو جریمه خواهند کرد هم اونو. یعنی من از زندگی سابقه من چه ربطی داره؟ من مثلا یه غذاخوری دارم، یکی میاد میگه نه اون اومد تو راه نده، جریمه بکنن. آیا اینو جامعه خواهد پذیرفت؟ این اتفاق خواهد افتاد؟ با این روش امکان پذیره؟ یعنی یه چیزی نیست به این سادگی. یعنی ما باید فکر کنیم، کاری نکنیم که اونایی هم که اصلا ربطی به این نداره اونا رو هم ناراضی کنیم. حالا این که اینو ناراضی میکنیم، روش حل مسئله همونی که گفتم از اون مدرسه شروع میشه. ما اینا دستمون بوده نتونستیم آموزش بدیم، حالا اومده اینجا رسیده میخوایم با این حرفا اصلاح کنیم. میشه؟ و کمتر از 2 دقیقه پایانی برای شما اگه نکته ما نپرسیدیم. من اون چه که خدمت مردم عزیزمون لازم عرض کنم، من بر اون نگاه و باور خودم هستم، با تمام وجود میخوام به مردم عزیز کشورمون خدمت کنم. هیچ باوری جز خدمت به کشورمون ندارم و از همه مردم کشور و ایرانیانی که وجود دارن واقعا قلباً دلم میخواد بیان و ایران رو دست به دست هم بدیم درست بکنیم. ما با هم باشیم هیچ مشکلی نمیتونه جلو راه ما قرار بگیره. دعوا کنیم حتی ساده ترین مسائل رو ممکنه با مشکل مواجه کنیم. خدا کمک بکنه که ما شرمنده مردم عزیز کشورمون نشیم. با چالش‌های بزرگی مواجهیم. دشمنان دلشون میخواد ما شکست بخوریم. ما با هم باشیم هیچ قدرتی نمیتونه ما رو شکست بده. آرزوی توفیق برای همه مردم عزیز کشورمون و همه ایرانیانی که پیام ما رو میشنوند دارن. خدا یار و یاور همه شما باشه ان شاء الله. زنده باشید. خیلی متشکرم. آرزوی توفیق برای شما. ممنونم که اجازه دادید این گفتگو شکل بگیره. هرچند قول شما بوده که دوست دارید که حتی ماهانه هم شده گفتگوهایی رو با مردم داشته باشید. انشالله که دفعات بعدی هم خدمت شما باشیم و پاسخگوی سوالات مردم. خسته نباشید. خیلی متشکرم از شما و ممنون از همه
بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده این گفتگو بودن. تشکر از جناب رئیس جمهور و با آرزوی توفیق و سلامتی برای همه هموطنان عزیز و به امید داشتن ایرانی روز به روز آبادتر و پیشرفته‌تر همه شما رو به خدا می‌سپاریم. خداحافظتون.